غریبان را که می پرسد در این شام غریبانه، تمام خلق بی پروا، تمام ملک بیگانه. سرم چون چرخ می گردد، تنم چون بید می لرزد، دلم چون قوره می سوزد در این شهر غریبانه. نه ملکم هست و نه مالم، نه کس پرسد ز احوالم، ز شب تا روز می نالم در این شام غریبانه. السلام علیکم. امیدوارم که در خانوادهتان صلح و صلاح باقی باشد، دسترخوانتان پر از نعمت الهی باشد، دلهایتان پر از سرور باشد، از غمهای دنیا دور باشد و با چنین یک نیت‌های نیک امروز برنامه نوبتی پرنده های مهاجر را حسن افتتاح میبخشم. خب دوستان، غریبان را که میپرسد در این شام غریبانه نام گذاشتیم. برنامه امروزه را با چنین محتوا خواستیم برنامه را بریم، چون که الگه خودتان سببش را خوب میدانید. نام برنامه همین روز پیدا شد، همین روز وقتی که من خبر را درباره 9 سال حکم دادن بر عزت امان خواندم، چنین خبر را، و این خبر در خیلی زبانهای کشورهای آسیا ترجمه شده و نشر شده است. و آیا همین رهبران ما، حکومتداران ما فکر نمی کنند که خب تاجیکان که عادت کردند، اما دیگر ملت های غیر که خبر ترجمه می شود اینها چی می گفته باشند؟ عیب نیست مگر؟ عزت بردند و به عزت نشدند، در عزتشان نفزودند. اول گفتند آزاد میکنیم اگر قرضهایش پرداخته شود. خب قرضها را هم در کشیدند همه را. به عباره دیگر اگر مردمی تر کرده گوییم خون اهل و اولادش را مکیده گرفتند، دیگر وقتا به چیز ماندن قرضدار کردند، به قبل خانه سلات کردند، بردند پدری خانواده را در زندان محکم کردند. اکنون غریبان را که میپرسد، حمایتگر حقوق غریبان را بردند، حمایتگر حقوق مهاجران را، نفری که برداد مهاجران میرسید پدر مهاجران را بردند و پدر ملت اگرچه نام گرفتند خودشان. این اولین نفر نیست که بردند و محکم کردند. اولا کرامت شریف را هم برده بودند و خیلی دیگر از حمایتگران حقوق مهاجر و حمایتگران حقوق در تاجیکستان جبر دیده شدگان را، حقیقت پروران را، در تاجیکستان سر بالا کرده ها را، مایل جانب عدالت حق گستری کرده ها را بردند و زندان کردند و عزت امان یکی از همین هاست و بعد عزت هم کم ندیدیم و با این دیدن ها عجبه که هوشیارتر و بیدارتر نمیشویم. از دور ایستاده چونانه که خیلی از شما میگوید حرف میزنیم، خودی مهاجران هم، ما هم که خود هم مهاجر هستیم، اما یگان بهبودی دیده نمیشود. که وجدان در سر منبر نشسته ها، در صدر نشسته ها، که وجدانشان بیدار می شده باشد، یا خود چنان پیری بزرگوار گفته این وجدان و انصاف و هدایت در زیر پا نیست که هر کس خواهد گیرد و از خود کند، تا خداوند خودش بر دلتان مثل پیامک نفرستد این بیداری را، هدایت را، گنج و یک ثروت هدایت را، تا خداوند خودش وجدانتان را بیدار نکند. حیفا که خود از خود بیدار شدنتان امکان ندارد. حیفا که نه انیق است که بیدار شدنتان امکان ندارد. من بر صدر کشور میگویم، بر سران کشور، بر سر قدرت نشستگان میگویم که ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی برایت این بازار. باز مصرع چهارمش بود مردنت به که مردم آزاره. برنامه پرنده های مهاجر است. امروز ما دو خبرک آماده کردیم که یکی بابت عزت امان است، دیگر بابت حقوق شکسته شدن یک مهاجر است، کشته شدن یک مهاجر از دست یک روس است و این یک حادثه نه،
نفترینش را گرفتیم. قبل از این هم خیلی بود، بعد از این هم می شود، چون دیگر به حمایتگری حقوق ماندن. دیگر نفر نیست که سر بالا کند و از حقوق ایشان دفاع کند، از حقوق غریبان، از حقوقی که باید سفارت حمایت کند، باید سفارت برود و بردادشان برسد. حالا خبر را گوش میکنیم، بعدا ادامه میدیم صحبت را. حامی حقوق مهاجران به 9 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امان، حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با جرم قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. در این باره به آزیا پلوس ادوکات عزت امان سید برهان شریپوف خبر داد. ادوکات گفت آنها از حکم راضی نیستند و از آن شکایت خواهند برد. به گفته شریپوف، دادگاه نسبت به موکل او قانون عوف را اصلا تطبیق نکرده است و این در حال است که طبق قانون عوف عزت امان که همه مبلغ‌های دعوایی را پرداخت کرده بود باید از تالار دادگاه به آزادی می‌برآمد. دادگاه عموماً قانون‌های عمل کننده کشور از جمله ماده 49 کودکس جنایتی و ماده 5 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف را پایمال کرده به زیر حمایه من حکم صادر کرد. این حکم غیر قانونی است. وقتی که قانون عمل می کند، دادگاه باید عدالت را رعایت کند. باید نسبت زیر حمایه من قانون عوف تطبیق می گردید، گفت سید برهان شریپوف. خب خبر را شنیدید. عزت امان را کی نمی شناسد؟ همگان می دانید. کارهای کردش را، قهرمانی های کردش را، جان‌نثاری های کردش را در راه گستردن عدالت، در راه دفاع حقوق مهاجران، که خیلی از مهاجران میگفتند چون سفارت تماما صدای نمیداد، چون از سفارت هست یا نیست یگان درکی نبود، اما عزت بر حمایهشان میکوشید، میشتافت، به دادشان میرسید. در خاطر دارید عین جوش و خروش کار در هنگام شیوع کرونا بود، ویروس کرونا، که شاید همین بیچاره عزت شبانه یا میخوابید یا نمیخوابید، پیوسته از پی کمک رساندن بر مهاجران بود که هنگام کرانتین بیکار ماندند و غذای برای تناول نداشتند. در خاطر دارید خلطه های آرد را، روغن را، دیگر مصالح کشاورزی را که خلطه جمع کرده بر همان نفران نیازمند میرساند. دیگر خدا نکند و یکان فلاکت دیگر طبیعت است، گفتن نمی شود، سر زند یا زکام امسال شدید بیاید، یا زمستان که هواسنجان میگویند که در تمام دنیا امسال زمستان شدید میآید، در کشورهایی که البته زمستانی هست، زمستان می شود اونجا. و اگر دیگر مهاجران در چنین حالتی افتند، کیست که بر دادشان برسد؟ عزت کو؟ دیگر نیست. گویا بردند و بر عزتشان فزودند، چه خیلی در اول گفتیم، اما نیست. و یک خبر دیگر هم داریم، بیای خبر رو گوش کنیم، بعدا ادامه میدیم صحبت را، بعدا با شما میپیوندیم. مرحمت. یک مهاجر از قمسنگی را در سمالینسک زده کشتند. به اداره پایگاه خبری بامداد ویدیویی را فرستادند که در آن لحظه های زده کشتن یک مهاجر از ناحیه جیهون، سابق قمسنگیری تاجیکستان، در شهر ویازمای ولایت سمالینسک ثبت شده است. ثبت لحظه های کشتار این مهاجر آنقدر وحشت‌آور است که اداره بامداد به نشر آن جرأت نکرد. بنا به اطلاع دریافتی، زاکیر خالبایف سال تولدش 1980 که در شهر ویازما در یک ساختمان کار میکرد، به گاه 15 اکتبر وقتی از کار برمیگردد میبیند که در پدیزد بینای استقامتی یک مردی روس یک زنی روس را لطوکوب دارد. مهاجر تاجیک میخواهد آنها را خلاص کند، ولی مردی روس زن را یک سو گذاشته زاکیر خالبایف را مردنی لطوکوب میکند. وحشت این حادثه باز در آن است که چگونه تا مردن کفتن مهاجر بیچاره را همان زن که این بیچاره به حمایت او برخواسته بود به تلفنش به نوار میگیرد. در ثبت دیده می شود که مرد مهاجر در روی فرش بیهوش خوابیده است، ولی مرد محلی همچنان به لطوکوب او ادامه می دهد.
او مهاجر را آنقدر بیرحمانه میزند که حتی دل زن میسوزد و میگوید شاید بس است. وی در درون خون است، ولی مردی بدجهل همچنان به لت و کوب مهاجری از هوش رفته ادامه میدهد و چند بار او را برداشته با شست بر روی فرش بتونی میپرتاید. وقتی جسد مهاجر را به دیگر طرف میگردانند دیده میشود که رویش غرق خون است و یگان جای آباد ندارد. خب وقتی که مهاجر را رویهایش را غرق خون میبینند، وقتی که پلیس میآید بر جای حادثه، بنا به اطلاع منبع که دیگر او دستگیر می شود، اما خیلی مهاجران نگران هستند که آیا جزا می گرفته باشد موافق کار کردهش. اگر تاجیک آنجا جنایت کرد، کارخانه ها کاربرداری می کنند، مردم می برآیند، میتینگ می کنند، یعنی گرد همایی می کنند و همگان با گناه یک تاجیک خیلی از خوابگاه ها را می خواهند از تاجیک و از آسیای میانگی ها خالی کنند. اما چون این وحشانیت، این وحشیگری که نسبت یک مهاجر تاجیک کردن، او میخواست کمک کند، او از روی وجدان کار گرفت اما کشتند او را. آیا یگان کس جزا میبیند؟ واقعا هنوزم از سفارت کسی آنجا نرفته و این قضیه را دیدن نبرآمده است، کسی از سفارت نرفته است سر این کار. هر سال میلیون ها، بیش از میلیون تاجیک بر روسیه می رود پای یافتن بریده نانه و پیشانهشان باشد اون که در قسمت باشد برمیگردند، ریسک فرزندان را یافته یا نیافته، مهم زنده سلامت برمیگردند و برنگشته ها هم خیلی بسیار هستند، خیلی بسیارند برنگشته ها هم. بر حال زاکر خالبایف که در وطن کودک دارد، همسر دارد، مادر چشم انتظار دارد، فردای کودکان او چی می شود فکر می کرده باشد. این یک واقعه نیست. در طول هفته سپری شده، هفته گذشته در ورانش چقدر مهاجران حقوقشان پایمال شده و آنها را صاحبکار با ظلم، با یک عداوت کار فرموده، ماننده همان کپیتالیستانی که به ما در تاریخ می آموزانیدند، فیودال هایی که می آموزاندند کار می فرمودند، به زور شکمشان سیر بود یا نبود، در تاریخ چنین می آموزانیدند. اما آن تاریخ بود. امروز از تاریخ چی ماندنی دارد؟ امروز ما حتی چاریککارانی که نهایت آنها را شدیداً تنقید میکند تاریخ تاجیک، تا این درجه که مسافران تاجیک در ورانش احوال داشتند و معاش نمی گرفتند و با راه فریب حجتهایشان را گرفتند و بر نمی گردانند. چندین ماه اینها به قرض غوطه‌ور شدند. اینها احوال بدتر دارند حتی از همان دهقانان چاریککاری که برای ما ظلم شدید را نسبتشان گفته میگذاشتند معلمان تاریخمان. امروز ما هنوزم در عصرهای خیلی کهن زندگی میکنیم. ای به خود ماست، از ماست که بر ماست، ما سر نمیبراریم. دیدید یک سربالا کردند و یک کاربرداری کردند که گفتند خدا را شکر از سفارت رفتند. خب اکنون یک مسئله دیگر را هم میخواستم اینجا بررسی کنم. مسئله دیگر این که همان رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه ژیرینوفسکی، میدانید البته همه شما ژیرینوفسکی را بیشتر از چی میشناسند؟ از همان حالتهای عجیب و غریب. در ما هم یک هست که وزیر علاقه بود، گفتارهای عجیب داشت، رفتارهای شاید هر یک کشور در سر قدرت در یگان جاده سیاست همین گونه یک مسخره باز را هم گذاشته است. هر یک کشور شاید داشته باشد مسخره باز که با حالتهای عجیب سیاست همان زمانه را کمی خنده آور هم میکند. غم و اندوه و این همه دست بر حق مردم زدن ها گاه یک حالت خنده آور هم میکنند که خب از ژیرینوفسکی البته همه مهاجران خبردار هستند، همگان میدانند. حتی در توکشوها وقتی برآمد میکرد با جانبی که فکری مخالف داشت شیشه پرآب را هوا داده بود، بر رویش پاشیده بود و امثال این کارهای خیلی دیگر. یک زمان انا همین ژیرینوفسکی گفته بود که تمام تاجیکستان در روسیه هست، مردانش در روسیه هستند.
این رحمانوف، آن وقت رحمانوف بود، این رحمانوف سر زنها حکم رانده چی کار میکند؟ بیاید و هم مهاجر شود، زن و فرزندانش را بانی کند. همین ژیرینوفسکی گفته بود، همین گفته بود. و بار دیگر گفت باید در تمام ساحه های خواجگی قشلاق از تاجیکستان بیارند، در دهه کار کنند، کشاورزی کنند، دهقانی کنند. یعنی تاجیکان از عهده دیگر کار نمیبرایند، دهقانی کنند که این کسب محض همین بر تاجیکان زیبنده برین. یا بار دیگر درباره تاجیکان خیلی حرفهای قبیح هم گفته و یک برآمد آخری نشرا که گفته بود چرا 300,000 مهاجر تاجیک و ازبک را عفو کرده؟ آخر اینها همگان گناهکار شده، جنایت صادر کرده، جانب همان چی نشدن محبس. با یگان قانون شکنی های معماری، مثلا پول پاتنت را دادن نتوانستند که 2 سال جمع شد. یا یگان عادی ترین گناهی که جنایت حسابیدن شاید آنقدر ممکن هم نباشد، یا برخی با گناه دیگران هم وارد زندان شدند. خب اینها را چرا عفو کردند؟ گفته اینقدر داد و فغان کرد، فریاد کرد، برآمد کرد و این سیاستمدار یک پرخاشگر گفتن هم ممکن است، در زبان عادی تاجیکی میگن جنجالی، دائما سرش پرغوغا است، نرم و لطیف هرگز حرف نمیزند. و این سیاستمدار پرخاشگر در شورای دومای دولتی از کمیته اتحاد دولت‌های مستقل طلب کرده است که ضرورتی همین تصمیم بررسی شود. یعنی گفته است که آنهایی که در آنجا اوباشی کردند و تجاوز میکردند، اخراج شدند، آمدنشان منع شده بود، حالا آنها عفو شدند، برمیگردند. گفته خب عفو شدند و برمیگردند. خود ژیرینوفسکی یک زمان رفتن به یگان کشور را، حقوق رفتن داخل شدن به یگان کشور اطراف روسیه را وقت نداشت، بر تاجیکستان مانند یک شهر خودش، یک مهمان عزیز شده رفته بود. در خاطر دارد که دوشیزه های تاجیک را برآورده، با لباس های یک مله رقصی برآورده نزد او رقص دارنده بودند. در خاطر دارد انا نان های تاجیکی، انا راهبران مقامات های تاجیکی در تاجیکستان اینقدر عزتش را بجا گذاشته بودند، پیش پایش گوسفند ذبح کرده بودند. وقتی خواستند کارت بر گلوی گوسفند رسانند، ژیرینوفسکی التماس کرد خودش باید این کار را انجام دهد و ما این نوا را که شاید نشان داده نتوانیم، چرا که شبکه یوتیوب اجازت نمیدهد که کشتار در یوتیوب نمایش داده شود، اما او گوسفند را بسم الله گفته خودش یاد دادن، شاید آموزاندن که خودش پیش پایش گوسفند ذبح کرده بود در تاجیکستان و او را آنقدر بالا بلند پیشواز گرفته بودند. او نزد همان پیرامیده های اهرام های انگور و سیب و ناک، چون هر وقت که در تاجیکستان همیشه اهرام مانند اهرام های مصر بالا بلند میوه میچینند، او را اینچنین پیشواز گرفته بودند با رقص، با کرنای سرنای. و همین ژیرینوفسکی امروز میگوید که این جنایتکاران برگشته نآیند، یعنی روسیه از جنایت پر میشد. نواره که قبل از این دیدیم مگر جنایت نبود؟ این همه کشتارهایی که مهاجر کشی میکنند، یک با زبان روسی میگویند общество бритоголовых میگویند که همان تاس سرها، کل میگویند تاس، یعنی تاس سرهایی که چقدر مهاجران را بیگناه سر میزنند. اینها همان ملتگرایانند که نمیخواهند در روسیه ملت‌های غیر آمده افزایش کنند، بسیار شوند، نسل گذارند و در اینجا بمانند. و اینها علیه خطر کم شدن اهالی تهجای روسیه را درک کردند. این ملتگرایان اینها میدانند که ملت‌های غیر آمده فرا میگیرند روسیه را، اما قانون طبیعت چنین است. 2 تا 3 تا 10 تا اگر سر زدید باز هم می آیند. قانون چنین است که آهسته آهسته روسیه باید کشور باشد که آسیایی ها آمده زحمت کرده زحمت کشیده آباد کنند و همانجا مثل مردم تهجای بمانند.
باید گفتیم چرا؟ چون دیده ایستادیم، تاریخ نشان داده ایستاده است، رفتی حادثه ها نشان داده ایستادن. گفتیم ژیرینوفسکی بر وادیم کاژنوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه گفته که چرا اینها عفو شدند، سر بالا کرده. و یک چند سال پیش ژیرینوفسکی گفته بود که اگر روسیه نمی بود همین رحمانوف را ملت تاجیک در مرکز دوشنبه از پایش به دار میکشیدند. این هم گفته رحمانوف است، گفته ژیرینوفسکی است، ببخشید من نگفتم. ژیرینوفسکی گفته بود که در مرکز شهر دوشنبه پرزیدنت رحمانوف را از پایش به دار میکشیدند. بعد این گفتار او را دعوت کرده بر تاجیکستان، در پیشارویش دخترکان جوان را برآورده رقص دارانده بودند. اگر ژیرینوفسکی تنسوید в تاجیکستان یا چیز دیگر نویسید این نوارها میبرایند. و رحمانوف را هرچند تحقیر کرده بود اما همین پیشوا پرستگان بر وی جواب نداده بودند، حکومت جواب نداده بود و بر گوششان پنبه زده بودند، بخشیدند و هر چی که گوید میبخشد. اما تاجیکی بیچاره زیر یگان نوار حقیقت داشته لایک گذارد زندان میشود. همین خیر. خب یاد دارید باز وقتی رفتنش با اکثر کشورهای اروپا من بود، تاجیکستان دامن باز کرد تا ورود شود که گفتیم بله این حالت را گفتیم زیباترین دوشیزه ها در نزدش رقص کرده بودند همراهش. زمستان بود، در خاطر دارید زمستانی که خود ژیرینوفسکی با لباس های چی میگویند لباس های زمستانه است، گرم است، اما بیچاره زنها را دخترکان را اطلس و ادرس پوشانده رقص کننده بودند در نزدش. اینا آمد رقصید، یک ملت یک توده دیپلماتی ما را گل زده رفت گفتن هم ممکن است، چنانه که گل زده رفت گفتن ممکن است، چنانه که یک ژورنالیستی ما گفته بود، عبدالله غربتی گفته بود شرایط بود و باش از آن مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شد بعد از آن که ژیرینوفسکی آمد و رفت. نه، رفت خورد از خاطر فراموش کرد مهمان نوازی را. اکنون در روسیه میگوید تاجیک را بسیار نکنید جنایت بسیار می شود. خب من نهایت بسیار حرف زدم، به فکرم از موضوع برآمده نروم. میتوانیم قبول کنیم مهاجرانی که دایره موضوعهای گفته گذشتهمان فکر و اندیشه دارند مرحمت بفرمایند. کلا 24 علی مرحمت. معذرت میخواهم. اول کی بله گوش میکنم دادر. سلام علیکم اپا جون. و علیکم سلام. برنامه شما برای عزتمون گوش کموازی خیلی بچه خوب زدین. برای حقوق شدن مهاجر بیچاره بود و برای خب غریبان را کی میپرسد بود مرحمت؟ غریبانه؟ الو فقط خدا میپرسد. بله بله یه همه خداوند خود شوی عزتمونه یا بودن. الو بله ما گوش میکنیم شما را گوش میکنیم. شاید صدای ما دسترسشان گوش رسشان نیست، یعنی که دسترس نه گوش رس است. نفر دیگر را قبول کنیم اگر حالت تکنیکی برطرف شود. ادیبه شاید به هر حال خواهرک هستند قبول کنیم. بعدا نوبت میدیم بر علی دادر عزیز. الو السلام علیکم. السلام علیکم اپا جان خوشگفتارم. و علیکم سلام خواهرکم. گوش میکنیم شما را. خوش باشین بر اپا جانی عزیز. الو بله شما را گوش میکنم، من میشنوم شما را. برنامه شما اپا جان برای مهاجرا بکنه؟ بله پرنده های مهاجر است و هر یک برنامه موضوع دارد. امروز مثلا غریبان را کی میپرسد؟ در این شام غریبانه یا در این شهر غریبانه؟ خب اگر گفتنی داشته باشد چرا خاموش کردند؟ گوش بله ادیبه جان. الو بله گوش میکنم شما را.
خاموش شده ایستاده است یا صدای ما نمی رود. شاید بیاید نفر دیگر را قبول کنیم. اگر این نفر هم درست نشنوند پس حالت تکنیکی با ما رخ داده ایستاده است. الو علی بلندگو یک را گیران کنید میکروفون را. سلام علیکم. و علیکم سلام. بشنوید ما را؟ آقا جان سوزه قبولتون. درست. پس اینکه حالت تکنیکی خوب است. گوش میکنیم شما را. موضوعتون برای مهاجرت بود اپا جان؟ بله همینطور است. پرنده های مهاجر. بله اپا جان موضوع خوب مون. اگه مهاجره مونه که نسام دلی به حد بسیاری بدم بچورو. غیر خدا یکم صحیب ندارم. خب غیر خدا یکم صحیب ندارم. به ایستادن. الو من شما را میشنوم. بله بله هم موضوعتون گفتم که مهاجره غیر الله یکم کسی دیگر ندارن اپا جان. همین گفته را من هم گفتنی بودم. اما میگویند که در عرفیت خدا گو بت را دار، یعنی خودت هم حرکت کن. خودت هم حرکت کن. اما خدا گفته پایمالشوی حقوقمان را نگاه کرده ایستیم. خدا ناشناسان بسیار هستند که بر سرمان میکوبند. همین طور. بله برای این اپا جان آخه خمون اول باید کلیش را علیش کردن در کره. همی کلیش کهنه شوه شفیری نو میزنی شکوخی. بله سرپوش که کهنه شد و داخل بنا برف و باران میدراید. بله اپا برای همین خمون باید کلیشمون علیش کنیم که باران ندراید. کلیشمون که علیش کردیم بعد خمون ممکن سایی پیدا کنیم. بله صحبت منطقیه. به گرفتن نام گفته توانستن مقصد این منطق است. الله استریوتیپ میگفتند یا یعنی یا بگیر داخل آن را. درست میگویید. بله برای همین کلیش اوجه کهنه شده باید استفاده یک کلیش را و باید با کلیش نو سبیرت کنیم ایسا. درست میگویید. در همین آسیای میانه به فکرم یکی از کشورهایی که چون این حالت را دارد تاجیکستان است. یک شخصیت را میپرستند تا بالاترین تعریف و تحسین و کدام یک زینه ها میبردارند. و یکی ترکمنستان است که امروز خبر بابتش شنیدم. زنهای بر رئیس جمهورش مکتوب نوشتند ما را با آرد و روان تامین کن گفته و همه این زنها را بر کمیته امنیت دعوت کردند. عجیب این که بله حالت غریبانه در وطن هم غریب است. تاجیکی بیچاره در وطن هم حالتش از غریب بدتر هم گفتن ممکن است. همینطور. بله اپا جان به حد وطن در به حد قیمتیه به از سوید نی سوید تو را میکشه. همین وطن همی صاحب غریبی های دوخی. خب بعد 2 روز علاکه معلوم که بعد 2 روز برف و باران میبارد. علاکه هواشناسان گفته ایستادند برق انیق نیست که تمام شبانه روز میدهند. حال اهل وطن میشده باشد. بله اپا بخدو قسم بوار کنی نکنی خیلی کار میکنیم. یک خیلی حسابی یک نفر کار میکنیم اسپید نمیکنیم. سوید نیست خونه خنک عذاب دوخی. بله درک میکنم حالت شما را. شنیدید که عزت امان را 9 سال زندانی کردند. اپا جان فهمیدیم. همی کریش باید بدونه که هم مهاجره رو نگاه و بین میکرد ده همه کرانتینی ده همه چیزای تنگی نکنی بدبخت ها دیزده بردن شوخی. بله دزدیده بردن. خیلی عزت امان اپا جان پیش گفتن رو بخشش. خیلی عزت امان به حد بسیار کشتن اپا جان. هم به حد جسترمه کردن و کشتن و بله درست منطقا درست است. روحان کشتن. شاید او اگر حبس نمیشد و بیرون هم میبرامد دیگر روحان شکسته بود تماما. بله اپا جان به حد کشتن. همی عبدالله نوری سر کردن کشتن. همی الله رفتن تا کشته رفتن هم مرا کشتن گرفتن. درست میگوید. خب من هم جانب دارم.
هم مرا اویلوی گرفتن، هم مرا اویلوی گرفتگان و پیش تاجیکستان به حد میگم که کلیشه وجه کهنش دیگه کلیشه را باید علیش کردن در پره. درست است. من هم جانبدار همین حرفای شما هستم و من باور دارم که تمام مهاجرانی که در روسیه هستند اگر مهاجر فرستاده از جانب کشور خودمان نباشند همگی جانبدار همین عوض کردن سقف خانه تاجیکستان هستند. یعنی عرش خانه را باید عوض کنند، چه عرش نبو ولی عرش گفتن هم ممکن است، چه خیلی بامی خانه را کریش چنانی که گفتید. درست است دادر جان. همینجا خواهر ما وارد شدند یا قبلا همکارمان وارد شدند؟ بفرمایند. خوش آمدن. شوکت سوزی شما را پاس میکنند. علی سلام علیکم، سلامت باشید. خوش آمدید بر برنامه. سلام بر شما، شما هم خوش باشید و درود بر تمام تماشاگران برنامه شما. تشکر. از نام تماشابینان مخلصان برنامه میگم تشکر. خب افزای ما را درک کردید معلوم که. بله تشکر. حالا همینجا درباره ترکمنستان صحبت کردید. ترکمنستان درست است یک مثل تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری است، اما حالا ما کم می‌بینیم در کشورهای میزبان مهاجران ترکمن ها را که به کارهای سیاه مشغول باشند. ترکمن ها را خیلی کم می‌بینیم و هرچند در یک کشور دیکتاتوری زندگی میکنند لیکن امکانیت به آنها داده شده است که نان خودشان را در کشور خودشان یافته خورده توانند. این به نهایت مهم است. حالا ببینید تا به قریبی در ترکمنستان بعضی از مالهای طلبات هر روزه بی پول بود. مثلا بی پول بود اگر خطا نکنم، گاز، از غذا، نمک، گوگیر مثل همین ها تا به قریبی تا 3-4 سال گذشته این چیزها بی پول داده میشد به مردم. یعنی دستگیری اجتماعی وجود داشت. حالا ببینید در تاجیکستان ما دستگیری اجتماعی تماما وجود ندارد و این گونه مردم تاجیک این گونه گویا به صاحب سر داده شده است. چگونه به صاحب؟ حالا ببینید وقتی که در دست شما شناسنامه دارید، در شناسنامه شما نوشته شده است که این شهروند حقوقش از جانب شهروند تاجیکستان است و حقوقش از جانب دولت تاجیکستان یا که حکومت تاجیکستان حفظ می شود و تمام دولت های دوست که این شهروند تاجیکستان را قبول میکنند یعنی خواهش شده است که بدانند که این نفر زیر محافظت حقوقی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اما شما تصور کنید که چقدر از شهروندان تاجیکستان در خارج از محافظت حقوقی حکومت تاجیکستان برخوردار هستند. همطور برآوردگی سردادگی تمام از همین برابری به فرودگاه خود تاجیکستان وارد شدن. الکی شهروند تاجیکستان حالا به فرودگاه کشور غیر نرفته است، در فرودگاه کشور خودش هست، برابری به داخل فرودگاه چه فرودگاه خوجند باشد، چه فرودگاه کولاب باشد، چه فرودگاه دوشنبه باشد، برابری به فرودگاه به خاطر سفر به کشور وارد شدن الکی شهروند خودش را غریب حس میکند، چون که الکی به او دوغ پوپسه سر می شود، سمکه اطراف کشا چی داری، باید فلان کی، باید حق مرا داده بگیری و یک کتکچه های مخصوص دارند و یک کتکچه های مخصوص میدارند. میگن اگر پول بدهیم سمکه را تفتیش نمی کنیم، پول ندادی باید سمکه را تفتیش کنیم. از همینجا اگر نه من تو را میتوانم برگردانم به عاقبت پرواز نکنی و های دیگر. از همونجا تهدید فشار و ترساندن ها سر می شود. غریبی یک نفر تاجیک بخواد و مهاجرت برود، حالا از وطنش بیرون نبرآمده غریبیش سر می شود و غریب میکنن.
حالا اینجا خواهر بخوان صحبت کنن، بیایید این کس رو انتظار نکنیم، بعد من صحبتم رو دوام میدیم. ما بانو خواهر جان، مرحمت شما هرسانید. خیلی خوشحال شدن که عادلانه جسورانه با چهره خود برآمد کرده ایستاده. السلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. اوضاع ما میره؟ بله. سلامت باشین. اپا جان، امی برای اکای زدمان سخن کردنیم. راستیش ما همین روز فهمیدیم که 9 سال و زندانی کردیم. باور که اپا کو دیگه همی دنیا در نظر همی خیلی شدگی اپا که همی زندگی سیر شدگیم. ما همی قم هاجرا منتظر بودیم که همی پشتیبانی ما میروید. نه که این روز با پگا وعده کردن اپا جان. رزولتات 0 شد اپا. 9 سال این آدم، این اکای ایزد اما 9 سال در اون چه طاقت میکرده باشه اپا جان. این حکومت کجا نگاه میکنه اپا؟ ما باور که به همین چهره آشکار بگذار اپا در حقم چی کار میکنن قدم بگیرن. نه که ما برای اکای ایزد اما کو ما باید که ما اشتراک میکردم برنامه ده. کجا نگاه میکنن حکومت؟ کجا نگاه میکنن؟ همین پاندمیه که گذشت، همین کسلی که گذشت اپا جان، باور میکنی هزارو آدمو را دستگیری کرد. همین برادری ما همین زحمت‌های کشید، خودش چند بار ایری ما مهاجرا کسل شد اپا جان. باور میکنی؟ نه که در قوت ما مهاجرا بود. همین روز اپا خبر فهمید که من 9 سال زندانی شدگی. اپا باور میکنی؟ محض یاشم اپا جان. نه که جگرام سوخته گرفت اپا. برای چی که ما بی صاحب موندگیم اپا، بی صاحب موندگیم. جون باور میکنی؟ گیریم اومدگی اپا جون، گیریم اومدگی. نمیدونم دیگه امی اپا دیگه طاقتای مهاجرات طاق شدگی. همو بود اپا پشتیبانی ما ایزد امون آزاد کنید دیگه. اپا ما پشتیبان کی داریم؟ یا الله بزرگ داریم. تمام ما را برادر شب و روز در بری ما بود. در همین روز همین کرونا ویروس در بری همه ایستادگی بود اپا. باور میکنی؟ همین روز به خدا اپا جان همین خیلی دردیم کرد که گفتم برآمد نه گفتم بیا برآمد کنم. من به همین چهره آشکار برآمد کردم اپا. باور میکنی دیگه اپا جان نشید دیگه. همین باور میکنی همین وجودم در گرفت اپا. باور میکنی ما بی صاحبیم اپا. ما در مهاجر تو کی میستیم 4 سال شد اپا جان، خونه رفتگی نیستیم. 4 سال شد. کنی میگن آبادی وطن. آخه چه کنم آبادی را اپا که قیمتی باشه؟ همین خی مردای وطن خواهرجان ما سود میکنن خواهرجان ما را میشنوی خواهرجان؟ کنم خود میفهم دیگه. باور میکنی دیگه همین اکا وقتی که 9 سال دادگیان اکا باور میگین دیگه من هیچی گفته نمیتونم. نخواد حکومتی ما هم تا همین درجه را باشه که همین آدمای بسواد عیبان برای اکا. ما خواهرجان والله قسم در داخل تاجیکستان هستم، در اینجا صحبت دارم. ما هم بسیار جگرخون هستیم. به خدا قسم وقتی که همین را در رادیوی آزادی دیدم جگران پاره شدن که ما چی یک حکومت و یک پرزیدنتی خائن و خیانتکار داریم که امروز روشنفکرای این ملت، دانشمندای این ملت، روشنفکرا و همه عالمای این ملت دارد زندانی میکند. در تاجیکستان فقط همون نمیدونم پیشوا پرستان و چاپلوسان و کاسالسان ماندگی هستند. والله قسم بسیار جگرخون شدیم. احسن به تو خواهر گرامی که امروز آشکار برآمدی صحبت کردی. از من و از دیگر مردهای تاجیک بوده خودت بهترین زن هستی، بهترین خواهر هستی که با چهره آشکار برآمد داری. والله قسم 9 میلیون اهالی هم اگر 4 میلیون ما مرد باشد، همین 4 میلیون مردی تاجیکستان نامرده، به ننگ و به ناموس و به شعور و به جسارت و به شجاعت ما. مرگ به ما مردم تاجیکستان، بر مردان تاجیک که امروز از یک نمیدانم کلموش ها، از یک نفری که خائن است، خیانتکار است، از همون نفر میترسیم. از یک عائله است که اگر همیا را در یک فور اگر جا بکنیم یک فور آدم میشوند، با همون دپوتات ها و وزیرا و جزیراش یک فور آدم میشوند. همین خیلی بارشون میکنیم میبری در یک سوالکه در موسر چپه میکنی یارا. ما همین 9 میلیون اهالی از یک فور آدم ترسیده خاموش
یک کس صدا بلند نمیکنه در تاجیکستان. والله قسم همین روز همین گریه کردگیم که در خونه همسرم حیران شدگی که چی شد، میگه عزت امان زندان کردن. میگم با خدا قسم برای من یک شوک بود. احسن خواهر گرامی، خداوند بازم ترا جسارت شجاعت ترا زیاد بگردانه که ما مردها مثل تو شویم. سلام علیکم و رحمت الله. با خدا قسم بسیار غضبناک هستم امروز، بسیار غضبناک هستم. اکا جان من همین بگم همین افیر همین اپا اومدم ما فهمیدم که من همین افیر فهمیدم راستش. من کار میرم سهر کار میرم میگم من همین افیر اپا میدرم راستش دستگیری میکنم. مثلا برادرها هستن اکای احمد علی، اپای نسیمه، اکای لیف، همش هم مرا میشناسن. من به خاطر همین برادر دیگه نتونستم تا قد کده اپا جان باور میکنی خیلی مردم چون هم این نه سال کی میدونه که در او دوری او اکا چی عذاب میکشه؟ کی میدونه؟ حکومت ما که جورا نگاه میکنه جوان که بسوادو را میبرن تیز نابود میکنه. اخی یا بیسواد چه بگیره برا دفع کنه، بسوادو را بگیره برا تاجیکستان صاحبی کار و وظیفه کنه. ما مردم در اینجا کار میکنیم، امروز میشه توالت میشویم، امروز میشه فریزا میشویم، در می پیشی اروسا سرخمه. ما میگن ملتی که جای میگن تاجیک همه خیلیگاه میپیسونن تا اپا باور میکنی تا همین درجه ما شمرو شدگیم در نظر ما اروسا که میپیسونن. نه که برای این برادر ایزده بود به حد اپا به حد شدگیم که من نمیدونم اپا دیگه چیکار کنم. کنی همون برادرهایی که گفتن ای پشت ایزده من میخیزین، کنی بخیزین برادرها بخیزین. من زنم نه ای اینا با چهره آشکار برآمد کردم، روشات برآمد کردم. کنی یک تا شما با چهره روشات آشکار بروین که این روز مرا دردم میکنه. برای همون اکا که این روز کنجی تر مرا گرفته مرا دردم میکنه چون که مرا برادری خودم 12 سال شدیده. من میدونم که هر وقتی او زن میزنه من آبی دیده من در پره رو من نه که من این روز برای برادری زدم بی حد من همین خیمه سوزم که دیگه نمیدونم همین لعنت به همین حکمتی که ما داریم. خدا جان ایده مرا اروس میگن مرا او خوب بود که من این خزاب نمیکشیدم. من آزیاشم، من آزی 24-25 ساله‌ام. مالایی در خونه پدر شیشتن دارم، نه که پدرم که مریضه ما برای کار اومدگیم. 4 سال من پدر من ندیدم، فقط توسط تلفن میبینم. متاسفم خواهر جان، این 9 سال است. خیلی از روشنفکران ما تا 30 سال حکم زندان گرفتند، تا 30 سال عمرباد در زندان. 30 سال آیا زندگی میکند یا نه؟ خیلی از شاهد ژورنالیستان ورزیده ما هستند، نویسنده های برجسته هم که در زندان بر سر میبرند. واقعا ارزنده لعنت است دیگر صدر ملت که امروز در سر این ملت حکمرانی میکند و مغزش در فرار است و ادعایی که کمتر باقی ماندن جانب داخل زندان است. این همه به آن خاطر که نفری نباشد که خلق عادی را بیدار کند، چون که همان گمراهک، همان سرخمک، همان چاپلوسک ها را اداره کردن آسان است. فقط در دنیا همین چاپلوس میتوانست است که از یک خر عادی شیر میدان سازد. فقط چاپلوس میتواند. از روی علمی روانشناسی در فطرت مرد دو خل بودن امکان ندارد. مرد اگر اکتور نباشد و در صحنه نقش نآفرد و در زندگی دو خل شدن نمیتواند. مرد فقط چاپلوس میتواند و چاپلوس را نمیدونم مرد گفتن ممکن است یا نه. مردان در زنند که بهتر میدونند. مرحمت باز نفره دیگر رو اگر انتخاب کنیم حرف زنند نماید. حالا همینجا تا برادر مهاجر و سخن وارد شدنشان من یک اینجا ببینید خواهر چنان دلسوزانه حرف میزنند که واقعا انسان به احساسات داده می شود و احساسات خود را نمیتوانی اداره کنی. حالا ببینید در تاجیکستان
عزت امان را پشت پنجره زندان کردند. حالا که عزت امان ماده که طبق آن کودکس جنایی که طبق آن عزت امان را پشت پنجره زندان کردند، طبق آن عزت امان وقتی که اون قرض‌هایش را پرداخت کرد و دعواگران وقتی که گفتن پولم را بده، پولشان را داد، میبایست آزاد میشد، اما آزاد نکردند. همین مناسبت و عزت امان نشانگری آن است که عزت امان زندانی سیاسی است. یعنی سیاست او را زندان کرده است. اگر سیاست او را جرم سیاسی است. اگر عزت امان زندانی سیاسی نمی بود، الکی او تمام طلبات قانون را اجرا کرده است. یعنی کسانی که دعواگر هستند که عزت امان پول آنها را گرفتن نداده است، هرچند اکثریت آنها را ما میدانیم که به دروغ دعواگر هستند، با بهتان او را تهمت میکنند و در همین حالت حالا مبلغ‌هایی که عزت امان پیوندان عزت امان با آنها پرداخت کرده است، همون 4-5 مقامدار پول آنها را به دست میگیرد، چون که اون اکتورها را یافته آورده است و آنها فقط ورق خوانده هستند و ایدهشون هرچند راست میگویند، اکثریتشون بر دروغ فقط فرمان مقامات را اجرا کرده ایستادند و اجرا هم کردند و مبلغ را از پیوندان عزت امان کندند و باز هم در نتیجه چه شد؟ عزت امان 9 سال پشت پنجره زندان رفت. حالا ببینید در کشورهای متمدن عین حال محبس حتی به آدمکش که یک مراتبه از بی‌احتیاطی یا اینکه با یگان حالت فوق‌العاده یک نفر را کشته است، در عوضش جریمه میبندند و او را آزاد میکنند. چرا؟ برای آنکه در دولت‌های متمدن نمیخواهند که یک مرد با یک جرم، با یک اشتباه پشت پنجره زندان شود، حالا که او ذخیره‌های ذهنی دارد. از ذخیره‌های ذهنی وی اگر او آزاد باشد میتواند دولت استفاده کند و او انداز سپارنده باشد به جای اینکه در زندان از حساب انداز مردم، از حساب بوجه خورد، بپوشد و در آنجا از پاسبان تا سگ پاسبان و تا صابون و تا فراش و تا تمام همون مسئولینی که در زندان کار میکنند در نگهداری زندان و یک نفر خیلی مبلغی کلان صرف میشود. حتی نفقه 4-5 نفر تا 10 نفر نفقه خوری تاجیکستان رو جمع کنید، مبلغی مصرف میشده برای یک زندانی نمیشود. اما حکومت قمبغل و قشاق که سطح اقتصادیاتش برابر کشورهای افریقایی است، راضی است نخبگان ملت را پشت پنجره زندان کند، راضی است نفرانی که ذخیره های ذهنی دارند، بایگری های ذهنی دارند و این ذهن خودشان را برای پیشرفت کشور میتوانند استفاده کنند، اینها میبرند پشت پنجره زندان میکنند با یک خطا یا با یک اشتباه های. حالا من فکر نمی کنم که عزت امان اینقدر اشتباه داشته باشد که او را به 9 سال زندان محکوم کنند. این نادرست است. عزت امان در پیشگاه قانون هیچ گناهی نداشت، یک جرم داشت. جرمش هم این بود که عدالت طلب میکرد. جرمش هم این بود که میخواست حکومت تاجیکستان به نانآوران کشور، به نانآوران ملت، به آنهایی که این ملت را خورانده پوشانده ایستاده‌اند، به مهاجران دقت جدی دهد، به آنها کمک های حقوقی دهد. سفارت تاجیکستان حجت فروشی و کاغذ فروشی را بس کند و به مهاجران رو بیارد و به مهاجران خدمت کند، حقوق مهاجران را محافظت کند.
وقتی که این صدایش را نه حکومت تاجیکستان میشنیدند، نه سفارت تاجیکستان در روسیه میشنید، نه یگان کنسولگری ها، او خودش وارد میدان شده بود، وارد میدان محافظت مهاجرین، محافظت حقوق مهاجرین. و وقتی که آبروی یک نفر، حرمت اعتبار یک نفر از سفارت تاجیکستان به تمام نهادش، از کنسولگری های تاجیکستان در منطقه های روسیه بلند بود، یک نفرانی که مهاجرانی که عزت امان را میشناختند و از عزت امان کمک میگرفتند، از ده یک حصهش نه سفارت را میشناختند و نه از سفارت یک بار کمک حقوقی گرفتند. اکثریت وقت ساعت های 2 شب 3 شب نوابسته از بیماری عزت امان کسی که زنگ میزد تلفنش را میبرداشت و او جواب میداد. لازم باشد ساعت های 1-2 شب به بیمارخانه لازم باشد، به بیمارخانه، به بازداشتگاه لازم باشد، به بازداشتگاه میرفت. سفارت تاجیکستان چی؟ شبها شکایتش را نداریم چون وقتی کاری نیست، آنها در جای گرمشان خواب هستند. در ساعت های کاری زنگ زنان میمیری جواب نمیتید. چرا؟ بله درست. زنگ زنان میمیری جواب نمیتید. به یک کاغذ ضرورت پیدا می شود، مبلغش را تعیین کردگی هستند. انا برای همین هم رشک زنکانه حکومت تاجیکستان عزت امان را پشت پنجره زندان کرد. رشک زنکانه. انا همین خیل وقتی که در حکومت داری ضعیفی میکشی، یعنی ضعیفی میکنی، ناعهده برایی میکنی، کار ناشایمی میکنی، آخر جای را خالی کن. دیگر شخصانی با استعداد، با معرفت، شخصانی که میتوانند و خواهش این را، اراده این را دارند که به ملت خدمت کنند، بیاین خدمت کنند. شما آن مال ملکی که ربودید، غارت کردید، جمع کردید، به 7 پشتی بر پشتتان میرسد. باز چی میخواهید از این ملت؟ باز چی میخواهید؟ وقتی که کرامت شریف وقتی که کرامت شریف را با تاجیکستان بردن، خدا رحمتش کند، من 3-4 مرتبه با او صحبت داشتم. 3-4 مرتبه با او صحبت داشتم. در آخرین صحبتش گفت که رنج بیماری میکشد. حالا از صحبت‌هایش معلوم بود که دیگر کرامت شریف هرچند زنده بود، مثل یک روح زنده بود، مثل یک روحی بود که دیگر از او به هیچ کس فایده نمیرسد. چه خیل کرامت شریف را از روسیه دزدیده بردن، روسیه دیپورتش کرد. وقتی که به تاجیکستان بردن، او شهروندی تاجیکستان را نداشت. هرچند او را زندان نکردن، در همونجا نگاه داشتن. معلوم بود که کرامت شریف دیگه به روسیه برگشته نمیتواند، چون شهروندی روسیه رو ندارد، چون از اینجا دیپورتش کردگی هستند و در تاجیکستان شهروندی رو ندارد و وقتی که برگشته نمیتواند، از حقوق مهاجران دفاع کرده نمیتواند و فعالیت خودش رو ادامه داده نمیتواند. در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان شهروندی ندارد، هیچ یک حقوق شهروندی ندارد، تمام از پشت حجت ها دویده میگردد. متاسفانه طبق بعضی از معلومات هایی که به ما رسیده بود، کرامت شریف را زهر داده بودند و با این توسط زهر دادن او را به مرگ تدریجی دچار کرده بودند و تدریجا سلامتش را از دست داد و وفات کرد. جرم او چی بود؟ جرم او همین بود که از حقوق مهاجران دفاع میکرد. کسانی که کرامت شریف را احترام میکردن، حرمت میکردن، گپش را گوش میکردن، به او مراجعت میکردن، به سفارت اعتبار نداشتن، به سفارت مراجعت نمیکردن، به حکومت تاجیکستان مراجعت نمیکردن، چون که این امید را ندارن از حکومت. مهاجر امروزه از حکومت این امید را ندارد که حکومت به مردم کمک میکند، حقوق مهاجر را دفاع میکند. اگر مردم کشور، شهروندان تاجیکستان
به این باور باشند که همین حکومت امروزی تاجیکستان از حقوق شهروندانش دفاع میکند، قانونهای تاجیکستان را این حکومت امروزه رعایت میکند، مردم مهاجر نمیشود، در همون تاجیکستان حق خودش را میرویاند، چون که میفهمد میداند که این حکومت قانون محور است و حقوقهای مردم احترام قائل است. اگر این حکومت امروزه به حقوقهای مردم تاجیکستان، به حقوقهای شهروندان تاجیکستان احترام قائل باشد، یک شهروند تاجیکستان مهاجر اجباری نمیشود. چرا؟ برای اون که حکومت وظیفه‌دار است. حکومت تاجیکستان وظیفه‌دار است که سبد استعماری شهروندانش را تامین کند. سبد استعماری شهروندان یعنی چی؟ اگر حکومت وظیفه‌دار است مردم را پیش از همه به جای کار تامین کند، بیکاران را ثبت نام کند، در اداره شغلی در شعبه شغلی اهالی هر یک ناحیه بیکاران را ثبت نام کند و به کسی که کار تامین کرده نمیتواند، جای کار یافته نمیتواند، تا جای کار یافتنش او را به سبد استعمال تامین کند، یعنی به اهل عائله‌اش مبلغی را بدهد که آنها بخورند، بپوشند، بیاشامند و از گرسنگی نمیرند. در بعضی کشورهای متمدن و مترقی حتی بعضی از چیزهای را حتی به سگ گربه شهروند سبد استعمالی معین کرده که هستند. بله درست است. و سگ گربه شهروند در خانه اگر دقیق گرفته شده باشد که در این خانه سگ یا گربه وجود دارد، به سگ گربه سبد استعمالی معین کرده شده است. در تاجیکستان یگان شهروند تاجیکستان به این امید نیست که یک تین حکومت جمهوری تاجیکستان همین شهروند من جای کار یافته نداده ایستاده به گرسنگی نمیرد گفته غمخواری میکردگی باشد. وقتی که چنین نیست، یگان شهروند به امید حکومت نیست، این حکومت شده چی میشود؟ دولت شده چی میشود که از تمام شهروندان کشورش این امید را برده است که حکومت میتواند دستگیری حقوقی و دستگیری اجتماعی داشته باشد. انا برای همین هم حالا با تمام مسئولیت شهروندی میگویم که این حکومت تاجیکستان عادی ترین چیز حقوق شهروندانش احترام قائل نیست. وقتی که احترام قائل نیست، این حکومت نیست، این باندیتیزم است. بزن بگیر بخور. همیشه دست این حکومت در کیسه مهاجران است. همین مهاجران نمی بودند، همین مهاجرت اجباری نمی بود، همین مهاجرت نمی بود، کیهای این حکومت از بین میرفت. چنان شیرینوفسکی گفتم بله. اصلاش در مرکز دوشنبه میافتم گفته خود شیرینوفسکی گفته بود رحمان افرا. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا برای اکای عزت امان همین گفتنی بدیم که همین وقتی که اکای عزت امان همینجا بگیم دوست دیدن او باشو در همین شهر فدراسیا با مثل همین یک مولا را بگیم که کاک بوده وایم گناهگار بوده با کاک بوده که اینا ما این گناه نداشته اینا آزاد کردیم و عزت امان قبدیم. حالا عزت امان زندان کردن، یک شخص دیگر را بگیم یک عمره دادن، همین توغوری کردن آوردن، ببینه که گویا که حکومت صافدل این گناه وزبین کرد، اینا چی دادیم؟ یک عمره دادیم و عزت امان 9 سال دادیم. یک مخینت یک ایدئوی یک همین چیو در ذهن مردم. من همین حکومت این حکومت نیست که من این حکومت 30 سال شد من همین چشم به همین دنیا هوی کردگیم، همین یک اوباش همین یک اغل رو های و بچه من او روز یه روز در همین تلویزیون تماشا کرد گیران میکنن همین شعر امام علی همین امام علی شعرش خون دیگه دم زونش امام علی همین قریب بزنمش هم کودک بیچاره به همین دم اوباش یک شخصی پس فرزندش یا بنگی من میگم که از اینا من میگم که امام علی وقت شده من همه قپول گرفته بود کو امام علی بقپم پیش من بیارن کو بقپم به دادگاه بکشن. امام علی ای خونه ما گربه ما را دزدیده بود کو بقپنش همین دزده همون هم من کار میکنم من 40,000
بلیت من هوای کی میدوزه؟ دختر امامعلی میدوزه. همه ایزد امان خدمت کردگی بود. امامعلی همین 1 سال که خدمت کرد، در 30 سال حکومتش نکرده. در 30 سال حکومت در 1 سال اوزی بیچاره مهاجر در بدر پیش پسال به خدا قسم قطعی گاو نمیزنه. میگی که تو حق تای، تو باید من همینجا نمی کار من یاردم بدی. میگم من نه پدرتم نه اوتتم نه اوچتم نه حکومتم، من پلته کار تبود میکنم. پل نتیجه جای به پل چی نیست. یا اینجا پل میگیره با خیلی ستفکه داره. 3 روزش 5000 روبل، 10 روزش اگر نه وزورشن نرودینه به پل 3 روزش ایقا 10 روزش ایقا 20 روز همین چی ستفکه قطعی گاو نمیزنه. این خیلی که همون یا دهن نو نیافته همین مهاجر یافتگی اونجا سرش کل کرده گلستوکش توزه مهاجر میره با لباس چرکین. خاموش شد. خیال این یک حکومت این ما حکومت من حکومتش نمیشم. مثل خیلی که شما گفته اکا این رحمانوف رشک دارد. خیلی که همین مردم محیدین کبیری را انتخاب کرد، خیلی که میدونه حق هم میدونن سین حق میروند، رحمانوف رشکش کرده. اما این میخواد تمام در 30 سال سوید افسانه میشود. همین قرقیزستان 1 هفته پیش سوید تاجیکستان خرید، 1 هفته بعدش همون قرقیزستان داد مردمی خودش در نداد. بمبر به همون روزش پد 11 سومون و چند دیرم بنزین پدنالد ای دامادات نخواه یک لینچه آورد 300 سومون. همین ما کجا رویم؟ با همون اینا سیر نمیکنن. رحمانوف من حکومت نه. رحمانوف یک بگیم یک اوباش قدیره ها سمالی یا که ها در درونای بحر هستن که یک کشتی غصب میکنن و پول و مال میگیرن. رحمانوف ملت همیشه کرده است. ای فرصت استفاده برده. اینمی خپی مو همین ترسانچکی مو همین چیای ما رحمانوف استفاده برده است. تمام این اگر به خدا قسم همین ملت بخواه 34 مینوت اگر رحمانوف دیگه دوشنبه حامد کرزی اون هم پرزیدنت اشرف غنی چه گرفت، رحمانوف اگر شت زده چه گرفتن شد دیگه نمیدونه. همین بدونه که دشمن رحمانوف این همی یک تشمن آشکارو. من میگم که اگر همین مردک همین خیر رفتن گیره دیگه ملوهارم اونوای ملوی سهر تماشا کردم اینه یه ملوی دیگه تازه را گوش میکردم بدبخت خسته برآمده کبیری اوخه مر به امروز دازی در پیش خلق شومد میکنن پگه میبرن محکمت میکنن. اولی بینده اولی تقدیرش بینن رنگ ملا سراج الدینش میکنن. اونها ملای بختریه که اولی میبینه اولی بینه ده اینم یا چند پناهتون به خدا هم بسیار گاو زد. اما لازمی بود گپای درست بود، موافق بود. تشکر برایتان دادر جان. و اینجا وقتی که همکارمان شوکتی محمد گفتند ذهن‌های قابل تفکر را برده زندانی میکنند، به خاطر من یکی از زندانیان آمدند که در حقیقت شاید استراتژی رقم 1 باشند. زید سعید بناهای بلندترین آسمان بوس در دوشنبه عمل زحمت همین زید سعید است. مکتب های تیپ مخصوص در دوشنبه اول از جانب زید سعید تشکیل شده بود. او که اول همین سمت تعلیم را درست راه اندازی کرده بود. فکر تشکیل پلازای تالینگی از جانب زید سعید بود و خیلی دیگر این چی بود نقشه های استراتژی داشت که شاید امثالش در آسیا در مدن کشور نبود، اما او هم این حال در زندان است. 30 سال چه پای ساخته و بافته و کردند و شاهدهای یافتند و زندانیش کردند. افسوس که متاسفانه. خواهر جان ما برای شما شاید باز سخن میدهیم. مرحمت. یک منوت دیگه اپا جان گپ زنم میبرم. اپا جان میگن که اخی در می تاجیکستان آبادیه. اخی اپا جان آبادی و اینا مایل آبادی کنن. ما مثال پروتف نیستیم.
اپجان باور میکنی همین سحر قطی برو شکم گشنه همو آبادی میفورد نمیفورد همو آبادی شکم گشنه تو بگه هبیشی همو دوشنبه اگر ایزول و تیار کدگی باشه اپجان نمیفورد باور میکنی نه که وزی قیمتی را بین گفتی همو گپو میگن که تاجیکستان آبادی آخه چو کنم آبادی را که نیمی خلقش در مهاجرت های چو کنم هم خالی آبادی را آخه نه خب برای زنها یگان کارخانه نکنن یک کارخانه رو میکنن لینتا میبرن پگد او کارخانه نیست بله درست مردیم دل دردم شدیم پودردم شدیم همه کفالو در زد ما در میرسید نه که با شکر میکنیم که ما امین مثال در می شهر پوتین ما شکرانه میکنیم که با یک تنگه میویم رزق روزی مونو میبریم و این پلی تاجیکستان اتجاه زندگی میبریم با من میگن که وقت برنامه نکن مثال که میام به سرت این همه آشکارا میگم ادرس هم میتون بیاین برین بک میکشین ما چی کار بامی زنده بودن امی مردن بهتر مرده ای زنده بودن تو مرده بودن بهتر سر شدگیم دیگه کدوم مرحمت میدونم میشناسم اون که مرا ایش کردم میشناسه این ادرس رو میتون همین ما در کار باشم بیارم که مردن حق های همه میمره بیاین برای میکشین ما میبرین الهو میزنین چیکار میکنین بکنین نه که من برای اکای ایزدمون تا وقتی هستم برآمد میکنم میگم که آزادش کنیم برادری ما را آزادش کنیم که ما مهاجرا به صاحبیم مادامی که قرش کنده باشه دیگه چی حجت زندانی هست بیچاره 9 سالی عمرش در درون ترمه چه میگذرونه پجان بسیار از سخنان که بخوای بخشش زیاد همین تقدر داشتیم دیگه خیلی جایز بود سخنانتان اما خدا نگه دارد از دست این افباشان از کشنده ها هرگز به دستشان نیفتید چشمشان کور باشد و از نزد منزلتان گذشته روند بهترش این که یک خواهری فعالم داشتیم چرا سید و خیلی آزادانه با چهره خود برآمد میکردن یکی گم شدند خبرش میآید شاید یک روز که چرا از صحنه های ما گم شدند از افیری ما از شبکه های ما که خیلی فعال بودند شاید ترساندند از یگان جانب نگهبانتان باشه شما هم برادر پای سویمه خدا نگهبانتان باشه خیمه برام در امان خدا باشین با میبینیم بسیار تشکر خواهر جان برای این زنده باشید تشکر خواهر ما خیلی فعال هستند فقط بار اول ما طریق چهره دیدیم در کامنت خیلی می نویسند از آغاز همین برنامه پرنده های مهاجر دائما در اشتراک بودند اینجا می گفتم که کسی باشد که اینقدر آزادانه ناترسانه می نویسند خب بفرمایند اکنون بر همکاری عزیزمان می دهم سخن را مرحمت گفتنی اگر باز دارند حالا ببینید مردم نه به عقیده شما نه به اندیشه شما نه به باورهای سیاسی شما اهمیت نمیدهد و در همین باره که عزت امان را پشت پنجره زندان کردن الکی ضدیت خود به این اقدام حکومت را نشان میدهد یعنی الکی صبر مردم از این ظلم ها از این ناعدالتی ها لبریز شده است و هر یک حکومت عاقله که و یک رهبریت کشوری که عقل دارد اندیشه دارد این چیزها رو میفهمد درک میکند که بر ضد مجرای دریا شنا کردن خیلی دشوار است و خیلی مهنت طلب است درست و حالا ببینید این مردم یک مجرای پرطوفانی هستند دریای پرتلاطمی هستند که نمی شود به این دریا انداخت و بر ضد مجرای این دریا شنا کرد یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر به دست ملخک میشوی همین رو احساس نمی کنید این حکومت ما مثل معمر قدافی همون عجل خود را پایده ایستاده است تا این درجه هم نیست حالا از 101 حصه
از 101 حصه شرایط اجتماعی دولت معمر کدافی را تاجیکستان ندارد. از 101 حصه ندارد. وقتی که بدیل دل مردم زد، هرچند حقوق مردم وجود داشت به یک اندازه سبد استعمالی مردم پر بود، از جانب حکومت خیلی غمخوری ها وجود داشت از جانب حکومت. یک نفر وقتی تولد میشد در کشور معمر کدافی کپیتالیست تولد میشد، یعنی الکی به صورت حساب وی مبلغی گذاشته میشد که دولت اون مبلغ را در مشارکت میگذاشت تا 18 سالگیش این مبلغ زیاد شده رفتن میگرفت از حساب استفاده شدن وی در تجارت های دولتی و وقتی که 18 ساله میشد این مبلغ رو میگرفت الکی او به هیچ چیز نیاز نداشت، خانه‌اش را خودش میپوشید، ماشینش را خودش میخرید و یک تجارت رو میخواست به راه ماند الکی پول رو داشت. در تاجیکستان شرایط وجود دارد ندارد؟ برای چی معمر کدافی را در سر کوچه با یک خاری و ظالم و ذلت به هلاکت رساندندش؟ برای اینکه به دل مردم زده بود، به دل مردم زده بود. عربه معیوبی هم بود، نشسته مانده عربه معیوبی هم بود در اصل فعالیتش. بله اما میخوام باز حالا این خودش احساس کرده ایستاده است که همین شرایط معمر کدافی به سرش آمده ایستاده است، یعنی به دل مردم زدگی است. اگر به دل مردم زدگی بودنش را احساس نمیکرد نمیگفت که چی به امور دولت داری دخالت نکنید، به سیاست دخالت نکنید، نمیگفت. فهمیده ایستاده است که مردم به امور دولت داری دخالت کرده ایستادن، به سیاست دخالت کرده ایستادن، یعنی از حقوق خودشان باخبر شده ایستادن. این رئیس جمهور میبراید جنایت کارانه، قانون شکنانه میبراید مردم را میگوید که به سیاست دخالت نکنید، به امور دولت داری کاردار نشوید. یک شهروند کامل حقوق تاجیکستان به امور دولت داری کاردار نشود، به سیاست کاردار نشود، شهروند شده چی میشود؟ بله. همین گپ در یک کشوری که حقوق هست، قانون هست، وقتی که رئیس جمهور این گپ را میزند جایش پشت پنجره زندان باید باشد، برای که این گپ ضد کنستیتوسیونی است، ضد قانون است. حقوق یک شهروند رو نه، حقوق 9 میلیون نفر رو پایمال کرده است با این گپش. اما از جهت دیگر نگاه کنیم، همین گپش نشانه آن است که همین گپش با همین گپش الکی گفت که من درک کردم که به دل شما زدگی هستم. بله. من درک کردم به دل شما زدگی هستم. اما این میتواند عقلش رو کار فرماید. پیش از اون که میگن که پیش از اون که بس کن گویند بس کن، پیش از اون که بس کن گویند بس کن، چون که تو خودت بس نکنی بس کن گفتن خیلی به تو وزمین میافته. حالا ببینید یک به یک نخبگان ملت به دست افتاد، هر که یک سواد دارد، یک عقل دارد، یک هوش دارد، یک گفتنی دارد، یک اندیشه دارد، تو میبری پشت پنجره زندان میکنی. تو کشور را چگونه میبری؟ با گاو و گوسفند بزغاله؟ برای پیشرفت کشور ذهنیت لازم است، عقل لازم است، هوش لازم است، دانش لازم است، اندیشه آزاد لازم است. یک پیشرفته نباشه که ربات ساخته باشه فقط با ربات ها کار کنی، که همین کنابکه رو بجی که هرچی تو بخوای همین رو بکنند و همین رو. حالا همین چند نفر که در حکومت کار کرده ایستادن، همه همین ها رو به ربات تبدیل داده است. حتی با همسرشان این ربات هایی که زیر دست امام علی رحمان شدن امروز، با همسرشان بدون اجازه گفتگو نمیکنن. تا به این درجه آورده رسونده است. اما این تا که اینها میروند تو هم پایت به لب گور شده است و از خودت
چی میمونی به این ملت؟ خیانت، خرابی، غارت، دزدی، نیست کردنی نخبگان ملت، یعنی قاتلی. حالا امروز تو در حیات هستی، حکومت زیر دستت است، تو خودت رو قهرمان میگویی، پیشوا میگویی و هاکذا. چند نفر پیشوا گفتگان، چند نفر خودشون رو قهرمان خوندگان چی شدند؟ نامشون رو کسی نمیگیرد، هیچ کس به یادش نمیبرد و جز نامهای بد. حالا همین رو گفتنی بودم. سلامت باشید. به شما قرار میخواهم در رفت برنامه و تشکر به تماشابینان برنامه شما که پیگیری میکنند و در این برنامه سخنرانی میکنند و ابراز اندیشه میکنند. سلامت و سربلند و پیروز. نفرانی که امروز خیلی فعال هم بودند، هم در پیامک ها امروز فعال بودند، هم در اشتراک. خب اینجا نکته بود، بر ربات ها تشبیه دادند کارمندان مقامات ها را. اگر بر ربات در حقیقت تشبیه دهیم، به فکرم همان بهترین فونکسیا را دستانشان اجرا میکند. شاید بیشتر ناقل ها را در همان دست وکیلان گذاشته که دائما در کفکوبی هستند. یک جمله های به مضمون، جمله های به جان، همان سخن های آب شسته، کمتر بلند صدا داد، قرصک، کفکوبی و یک همکار ما از کفکوبی ها یک خورده رالی که آماده کردند، شاید بعد این برنامه در پشت آن می پیوندیم. اگر در تیک تاک تماشا کنید، مسابقه کفکوبی میان ترکمنستان و تاجیکستان، وکیلان ترکمنستان و تاجیکستان گذاشته شده است. خیلی عجیبه هست. خب پرنده های مهاجر است برنامه و امروز موضوع ما غریبان را که میپرسد در این شهر غریبانه، در این شام غریبانه. همه سرود را بابا جون امان الله میخواند و خیلی از حافظان خواندند، اما شعرش را به فکرم یگان مهاجر غریب نوشته. هرچند نه به همه قاعده های شعر جواب میگوید، اما قاعده رسیدگی بر دل غریبان را خیلی خوب دارد، خیلی خوب قلمداد کرده شده که در این شهر غریبانه کی میپرسد. همیشه لازم مورد همان گفتگوی غریبان است. گفتند که بر سیاست وارد نشوید، گفت راهبر. اگر بر سیاست وارد شدن شهروندان اجازه نباشد، پس این دانشگاه های حقوق، بیزنس، سیاست چرا تأسیس یافته و ختم کرده های اینجا در کدام جاده کار میکنند اگر وارد سیاست نشوند، اگر سیاست شناس نباشند؟ پس سیاست سیاست می شود، یعنی که یک گله اسبان و سیس خانه می گویند یا بزبان و همین گونه. همین که آدم مهاجر شد علاقه به سیاست وارد شد گفتن گویم هم می شود، چون که مهاجر که شد دیگر وای می بیند که در کشور دیگر زندگی دیگرگونه است. حالا که روسیه اونقدر پیشرفته هم نیست، نسبت به تاجیکستان اندکی پیشرفته تر است. تاجیکستان بزرگتری هست که کارگاه مؤسسه بسیار دارد و کار پیدا کردن ممکن، اما اونقدر کشوری پیشرفته هم نیست. خود روس‌ها در کشورهای اروپا مهاجر هستند، اما همین که بر روسیه آمد که در یک روسیه سرد و شرایط باد و هوایش نهایت چی میگویند وزنین‌تر، زندگی خوب و آسوده دیدن ممکن است، علاقه و وارد سیاست است. علاقه درک میکند که چرا در تاجیکستان همیشه بهاری او که زمستان کوتاه که دارد و اینقدر طبیعت زیبا دارد، بهشت‌آسا دارد، زندگی خوب فراهم کردن نمی شود. در مغز مهاجر خطور میکند همین فکر که چرا چنین است و علاقه درک میکند که پس خیلی که اولین اشتراکچی برنامه همان گفتند باید سقف خانه را نو کرد، باید کریش را عوض کرد. گفتند یعنی راهبر را باید عوض کرد تا کم در دیگرگونی شود. هرچند در روسیه هم عوض نشد، اما کارگاه ها هستند که کار میکنند.
ناچیز میگیرند، روزشان میگذرد که حال وطن عزیز ما باشد تماما قابل قبول نیست. گفتن یک کلمه نادرستی را معنی ندیدم دیگر از مرز و بوم طاقت گذشته رفته است، دیگر تحمل گم شده، سنگ تحمل شکسته است دیگر. خب شاید آخرین اشتراکچی برنامه را قبول میکنیم. سمیع نام دارند، نام زیبای سمیع، یعنی که شنونده. مرحمت دادرم، گوش میکنم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله. شما را گوش میکنیم، البته که موضوع را میدانید. بله، پیگیری داریم اپا جان. بهترین موضوع. سلام خود رو به تمام بینندگان شنوندگان میرسانم و برای اکای ایزد امان گفتنی هستم. پروردگار رو دعاگو هستیم در حقش که آزاد شود و دیون گفتنی هستم هر کسی که دست بر این کاری که اکای ایزد امان رو کردن، از بردن تا محکم کردن تا وقت دادن این، هر کسی در این مرافعه اشتراک کرده باشد، پروردگار دعاگو هستم پروردگار رو از ایزد همون بدتر خار و ذلیل پروردگار فرزنداش از ما بدتر کند که پروردگار چنان خارش کنه که بفهمد که مهاجر در کدام حال بود و کدام حال هست. ای خدا فقط دعاگو هستیم دعای ما رو قبول کن که کسی که دست در این زندان کردن اکای ایزد امان دست دارد، پروردگار رو لعنت خدا بر این شود، لعنت خدا بر اینها شود. هر کسی این کارو کرد خداوند خار ذلیل کنه شد. پروردگار رو اکای ایزد امان ما رو آزاد کن. اگر بر سری ما هم که نباشه بر سری اویلای فرزندان خودش آزاد کن و خاطر خدمتاش. ای پروردگار نمیدونیم چی کار کنیم. ما فقط گفتنی هستم از زنده بودن مردن بهتر است که بی صاحب در این وطن هستیم. از زنده بودن مردن بهتر است. ای جوانان، ای مهاجرانی که هر کسی از دست اکای ایزدمان، من ندیدم اکای ایزدمان رو و من هیچ چیزی از اون نگرفتم، نه که هر کسی از اون خورد است، گرفته است، دیده است. و شما گفتنی هستم مرگ به شما که آواز بلند نمیکنید. 9 سال کجا هست؟ ای وای بر حال شما که از دست اکای ایزدمان نام بخرید، کمک بگیرید و با اون همنشینی کنین. امروز خاموش بستین. اگر شما رو چیکار کنن مثل اکای ایزدمان یا 9 سال یا 6 سال یا 7 سال میکنن، شما باید در بر اکای ایزدمان در زندان هم در برش باشید، چون که در آزادی در بر شما بود، شما باید در تنگی در بری وی باشید. خدا حافظ و همیشه دعاگوی ما باشین اپا جان که ما را خداوند در این مهاجرت در راه راست هدایت کنه. الها. خب محافظ شما هم باشد پروردگار عالم. تشکر. یک دعا کرده و در وجود من یک احساس بیدار شد. شعر استاد عینی به خاطرم آمد. دعا بود این شعر که جانب خداوند گفته خواهمین خانه بیداد و ستم ویران باد، خواهمین محکمه جور مزارستان باد، خواهمین قاضی و این مفتی و این شاه و وزیر سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد، خواهمین تخت که شد باعث بدبختی ما ریزه ریزه شده بر خاک سیاه یکسان باد. و چه دعایی که انا همین حالت وقتی دعا کردن که بدتر از روز عزت را بیند، بر همین حالت خیلی جایز بود گفتنش. شعر گفتم. تشکر بر نویسنده همین شعر، روانشان شاد باد. تشکر بر شما هم دادر جان. خدا نگهبان هر یکی شما باشد. الها پروردگار رو هرچند فرزندای مسلمانی تاجیکستان رو، تمامی تاجیکستانیان رو فرزنداش خداوند از مهاجرت اول خلاص بگردان و دوم پروردگار یک دولتی بکن که چنان دولتی مثل که حاضر من اگر در اینجا قید کنم شاید مثل دولتی که حاضره، دولتی که طالبان خواستند که اسلامی بهترین برای مردم، پروردگار همین خیل نیتی طالبان رو بر سر تاجیکان مبدل گردان و آسان بگردان.
هر نیتی که اونها دارن پروردگار تاجیکای مادام همین نیت رو نصیب و روزی بگردون که آزاد و آزادانه زندگانی کنن. اگر همین نیتی که طالبان دارن، قسم به خدا اولش که خدا خودش داناست، اگر همین نیتشون قطعی کنن در مدتی 15 سال تاجیکستان ما رو چنان میگذرن که تاجیکستان ما در 100 سالها دیگه وای رو نمیرساند. ببینین که تمامی زندانی‌ها رو آزاد کرد، ببینین تمامی زنها رو آزاد کرد، تمامی فسق و فساد رو محکوم کرد. خوش به حال اون طالبه که از این روزایی که ما نیت داریم و این روزایی که ما آرزو داریم آنها در دست خود دارن. خوش به حال آنها. خدا حافظ، یار و یاور شما باد. تشکر دادر جان. و از افغانستان سخن آغاز کردند، دو خبری نوترین بابت افغانستان. در 4 ولایت بزرگترین افغانستان علاقه شروع شد، قبول درهای مکتب باز شد برای دخترکان هم. دیگر اجازه شد که دخترکان بعد ختم مکتب به دانشگاه‌های عالی داخل شوند و دیگر دانشگاه‌های عالی را هم برای دختران شرایطی معین می‌کنند که علاوه تحصیل کنند. این قرار امروز خبری نبود که از شبکه اطلاعاتی افغانستان خواندم، من به چشمم افتاد و صبح امروز رئیس جمهور ازبکستان شفقت میرزیویف خبرهای را شنیده که افغانستان امروز از گرسنگی اذیت میکشد و در پیش زمستانی سرد است و بعد این خبرها در برآمد خود میرزیویف گفت که من نمیگذارم امسال افغانها در زمستان عذاب گرسنگی نخواهند کشید. یعنی مسلمان نیست نفری که همسایه‌اش گرسنه است و او سیر است. البته که اطراف افغانستان همگی همسایه های مسلمان تبارند. باور داریم که گرسنه نمیماند. افغانستان که نو قدم در جاده یک دولتداری نو گذاشته ایستاده است. خب عدالت حکم فرما باشد در سر کشور، کدام سیستم دولتداری، کدام اصول سیاست که باشد، عدالت اگر حکم فرما باشد دولت پیش می رود. شرط نیست که وای کاملا سوسیالیستی باشد، دموکراتی باشد، کاملا نه، شرط نیست که نام او سوسیالیستی است یا دموکراتی است یا پارلمانتی است یا اسلامی است. مهم عدالت باشد. ما برانیم که در ملک عدالت باشد، ما برانیم که هم آیت باشد. ما نگوییم که اسلام نشیند بر تخت، ما بگوییم که اسلام سلامت باشد. اگر اسلام سلامت باشد سالمی حکم فرما میگردد، اگر اصل اسلام باشد. خب فرصتی برای برنامه ما جدا شده که ها پایان پذیرفته بود، اما چون لذت داشت امروز برنامه بردن با کل شما، با اشتراک شما بینندگان عزیز، خصوصا من خیلی الهام گرفتم از سخنرانی ماهبانو خواهرکم و تشکر میگویم یک بار دیگر برای همه شما. ای مردم بیدار، پناهت به خدا تا دیدن دیدار، پناهت به خدا تا سه شنبه دیگر. همه شما رو بر پناه پروردگار عالم میسپارم. خیر.